بسیار زیاد هم بیروبار است دیگه. طرف ببینین موترها کلا جمع شده، بیروبار دیگه از حد به حد شده، بسیار زیاد شده واقعا بیروبار دیگه. ما هم دوستان عزیز از موتر پیاده شدیم، گفتیم که کشار دیگه وضعیت برسیم خود تقریبا یک ساعت وقت میگیره. کابل من دوستان عزیز مقام ولایت است و اونجا رو که میبینین تخریب کردن به خاطر همون این دینرها هم اینجا هستن و سرک یک مقدارش مضبوط کردن تا جایی که ضرورت است. دروازه مقام ولایت هم دوستان عزیز این آمده اینجا، اگر نه اون طرف تر بود. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و از زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، شعار بعد رقم بیروبار است، بسیار زیاد هم بیروبار است دیگه. طرف ببینین موترها کلا جمع شده، بیروبار دیگه از حد به حد شده، بسیار زیاد شده واقعا بیروبار دیگه. ما هم دوستان عزیز از موتر پیاده شدیم، گفتیم که کشار دیگه وضعیت برسیم خود تقریبا یک ساعت وقت میگیره. اون بهتر است 15 دقیقه پیاده بریم و از این پیاده رو همون تو سلو خدا بندازیم. دوستان نهایت گرامی، هوای امروز کابل آفتابی و گرم است و بسیار یک واقعه که خوب است دیگه. بریم اون تو سلو. دوستان عزیز یارابندی را خودتان میبینین که بسیار زیاد است و کلا بند است. ما آمدیم دیگه از راه از راه گلبار سنتر یا چهارراه صدارت طرف شهر برای این طرف یک بریدگی باید باشه دیگه. دوستان عزیز رابندی است، میخی که هر قدر هم استاد شوین موترها کسی استاد نمیکنه، همون بهتر همون است که خود ما خوده از این قسمت ها بکشیم و او طرف دار بخوریم. اینجا بریدگی هست دیگه، جای بریدگی نیست دیگه. این هم دوستان عزیز لیسه علی ملاله است، یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین لیسه های دولتی یا مکاتب دولتی که در سال 13 تأسیس شده. مردم زیاد هم از این دوستان عزیز هموطنای ما خاطرات دارن دیگه. او که چی خاطرات دارن برای خود دوستای ما در کامنت ها میگن. البته دوستان عزیز فکر کنم هم نسوان داره و هم ذکور یا تنها نسوان است، ایشان شما بر ما در کامنت ها بنویسین دیگه. سلام تا پیش میریم دوستان عزیز. پری روز دوستان عزیز بارندگی بود بسیار شدید، امروز هم آفتابی است، بسیار گرم، بسیار زود دعوت گرم میکنه. اینجا دوستان عزیز شفاخانه امراض انتانی هست که در تصویر دیدین و این طرف هم دوستان عزیز آرشیف ملی هست که تمام اسناد رسمی و قدیمی در این بخش کابل همیشه نگهداری میشه. روبروی هم دوستان عزیز چهارراهی صدارت، ما همون طرف میریم پیشترش ولایت کابل یا مقام ولایت کابل بهتر است بگوییم و همونطور روبروی هم ده افغانان. سرکش بسیار بعد رقم هم بند است. این دوستان عزیز آرشیف ملی است و او طرف هم شفاخانه جمهوریت است که در حال بازسازی قرار داره و فعلا غیر فعال هست.
باش که دوستان از یک ذره بی‌بار البته دوستان عزیز کار ساخت پل هوایی در این قسمت همچنان آغاز شده، افتتاح شده و ماشینالات کار میکنن و ما هم دیگه دوستان عزیز سلامت میریم به طرف خود چهارراهی صدارت شهر کابل. من دوستان عزیز مقام ولایت است و اونجا رو که میبینید تخریب کردن به خاطر همون ساخت ساز پل هوایی است که جور میشه دیگه. اون ماشینالات به شدت کار میکنن، یوتیوبرها هم همچنان آمدن به خاطر تهیه گزارش. حاضر که ببینین در کار هم تو خوب صحیح جریان داره. انجینر ها هم اینجا هستن و سرک یک مقدارش مضبوط کردن تا جایی که ضرورت است. دروازه مقام ولایت هم دوستان زین آمده اینجا، اگر نه اون طرف تر بود. اینی هم دوستان عزیز خود چهارراهی صدارت شهر کابل. یک راه پایین جد دوستان از طرف جوی شیر میره، ببخشید جوی شیر میره، شیرپور میره، یه طرفش میره طرف گلبار سنتر یا چهارراه ملک اصغر. ما هم دیگه می طرف روان هستیم. گیربار رابندی دوستان عزیزم روز در شهر کابل بسیار زیاد است، بسیار زیاد. باور کنین از یک مسیر تا دیگه مسیر فکس 45 دقیقه وقت میگیره تا آدم برسه. این تو گیربار دوستان. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال هم سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه‌تون به الله متعال پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان.